سلام علیکم دوستان عزیز. امروز باعث خرسندی است که ما اون تحفه که اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت کشورمون محترم امام رحمان و مردم سوریه فرستاندن با یک خوشنودی، با یک دلگرمی قبول گردید و پرزیدنت این کشور هنگام صحبتش وقتی که مرا قبول کرد قید نمود که ما از تاجیکستان بسیار خرسند هستیم که وابسته به این مشکلات که در دنیا وجود دارد، وابسته از این مشکلات های اقتصادی که موجود است، تاجیکستان که از ما یک چند هزار کیلومتر دور است و ما کمک دلصافانه خود را میرساند. بار دیگر من تشکر خودم را با برادر عزیزم، با برادر بسیار نزدیکم که سال 2006 از کشور ما دیدن کرد و ما را دستگیری نمود، تشکری مرا رسانید و من با مردم تاجیک صحت سلامتی و بهبودی میخواهم و بار دیگر خاطر رسان میکنم که کمک بی‌غرضانه تاجیکستان در حجم 55 تن بسیار خوب قبول کرده شد و مردم شریف سوریه این اقدام نجیب اساسگزار صلح و وحدت ملی را و مردم تاجیکستان را هیچ وقت فراموش نمی کند. تشکر.